در این اردوگاه 223,000 پناهندگان افغان زندگی می کنند. همه آنها از خشکسالی گریختند که حاصل کشتزار و چاروایشان را نابود کرد. محیدین 35 ساله به این اردوگاه از ولایت بادغیس از غرب افغانستان آمده است. او به صف خویشاوندانش در اینجا پیوست که از دست خشکسالی همه چی را تلف دادند. در اردوگاه فقط آب هست، برای غذا باید به قوله جام بکنند. با این خیمان طاقت نمیشه کاکا. دیشه و امی تو خونگی بود عمل امی خود ترکم همه مریض. اما مقدارم نداری که به دکتر ببری. دیگه ما چیکار کنیم؟ از اینکه بیای مر بکشی همه به یک کرات خلاص کنی بهتره. محیدین مثل دیگر مردم اردوگاه بیکار است و خانواده‌اش از حساب کمک‌های بشری حکومت و سازمان‌های خیریه زندگی می‌کند. هر یک پناهجو همچنین برای نیازهای اولیه و زندگی کمک یک دفعه‌ای $80 می‌گیرد. بعداً باید خودشان حسابشان را یابند. با گفته برنامه آذوقه سازمان ملل در بسیاری از نواحی افغانستان مردم غذای کافی برای خوردن ندارند و بیشتر از 2.5 میلیون نفر در ورطه گرسنگی هستند. با گفته مقامات وضع مشکل دیر دوام می‌کند. معلوماتی که ما داریم، پیش بینی هایی که صورت گرفته، قرار است که ما 2 سال دیگر هم مسئله خشکسالی در افغانستان تجربه بکنیم. اما قطعاً در رده‌های بالا به ارتباط رفع عظیم و عاجل تصامیم اتخاذ میشه. قطعاً جامعه جهانی در کنار مردم افغانستان هست به خاطر رفع عظیم و عاجل و ما هم من حیث دولت افغانستان از هر طریق ممکن اقدام میکنیم تا بتونیم به این معضل رسیدگی بکنیم. به تخمین سازمان‌های بین المللی خیریه اگر به افغانستان فوراً کمک نشود ممکن است تعداد مردم در ورطه گرسنگی در سال آینده از 10 میلیون نفر هم بگذرد، یعنی از 1/4 مردم افغانستان.